تازه‌های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما عزیزان میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. امروز 13 دکبر این موضوع ها را داریم. وقتی هموطن فریب میدهد، یک زاده تاجیکستان به صدها مهاجر تاجیک بلیت قلبکی هواپیما را فروخته است. ظاهراً خدمات علاقه از صلاحیت بیشتر برخوردار می شود. در تاجیکستان می خواهند مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در فضای مجازی را سخت‌تر کنند. در تاجیکستان زیاده از 3 میلیون مشتریان شبکه‌های اینترنتی موجود بوده. زیاده از 80% آنها هدفمندانه یا غیر اختیار توسط شبکه‌های اجتماعی به مواد دارای خصوصیت اکستریمیستی دسترسی پیدا می‌کنند. دوباره به خانه گرمشان برگشتند. گزارش رادیو آزادی کمک کرد تا یک عائله سرفرزند در بیرون نماند. تمام جهان فهمید حقیره. بس بوده که پس یک آدم مثال یک تو چه ما همه از یک وطنیم. بس بوده که عذاب. اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. دادستانی ولایت ختلان علیه یک مرد 36 ساله پرونده جنایی باز کرده است. او برای حرکت‌های بداخلاقانه نسبت دخترچه 8 ساله همسرش گمانبر بوده فعلا در بازداشت است. هویت این مرد و دختر نابالغ بر رادیو آزادی معلوم است، اما با دلیل‌های اخلاقی نشر نمی‌شود. عمل‌های غیر اخلاقی پدراندر زمانی آشکار گردیده است که در بدن دخترچه آثار دست‌درازی را مشاهده کردند. اما مادر این مرد همگونه اتهامات را نسبت پسرش رد میکند. حالا قانونگذاری تاجیکستان برای حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به شخصی هنوز به 14 سالگی نرسیده که از سوی خویش نزدیک صورت گرفته است از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. یک جوان تاجیک در شهر سنت پترزبورگ روسیه به گفته کنسولگری تاجیکستان در تشکیل اهرام فریب متهم می شود. به قول میانروان، پیرامیده آفریده محمود عبدالرحمانوف از فروش بلیط‌های قلبکی هواپیما عبارت بوده است. از این قلوبی دست کم 400 نفر تاجیکان به مبلغ از 8 تا 12 میلیون روبل روسی زیان دیدند. همکارم عبدالله اشورов از پی تحقیق این موضوع بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام و خوب نخست بگو که در عصر اینترنت و فناوری ها که درستی اسناد از جمله بلیط های الکترونی را نیز سنجیده می شود، چگونه صدها نفر به دام عبدالرحمانوف افتادند؟ سلام شالا. محمود عبدالرحمانوف جوان 29 ساله از زاده شهر وحدتی تاجیکستان در شهر سنت پترزبورگ روسیه نخست به باوری یک گروه از میانروها درآمده است. در آغاز او بلیط های اصلی را خریده از نرخش ارزانتر به شخصان علاهیده و توسط میانروها به آدمان فروخته است. وقتی یک گروه از میانروها به بلیط های ارزان عبدالرحمانوف باور میکنند و شبکه ساخته او گسترش مییابد، او با وعده بلیط از صدها نفر پول گرفته به آنها بلیط قلبکی میدهد. میانروها که چیپته های قلبکی را به مردم فروختند از اهرام فریب و یا پیرامیده ساخته عبدالرحمانوف به مبلغ میلیون ها روبل ضرر دیدند. مشتریان فریب خورده از میانروها پول بلیط ها را بازپس میخواهند خود عبدالرحمانوف باشد. به گفته میانروان از 5 دکبر این جانب بی‌درک است. میانروان میگویند بار آخر پاسخ دهنده خودکار تلفنی عبدالرحمانوف با زبان ترکی و انگلیسی پاسخ داد و آنها گمان دارند که او به ترکیه فرار کرده است. اما آیا این فریب کی آشکار شده است عبدالله؟ یکی از مصاحبان ما عزیزالله اسمتزاده شهروند تاجیکستان که باید روز 15 دکبر به تاجیکستان پرواز میکرد و توسط میانروها از عبدالرحمانوف با 15,000 روبل چیپته خریده بود گفت وقتی پول را داد میانرو به او وعده داد که 3 روز قبل از پرواز بلیط الکترونی را آماده گیرند، اما بعدا اینها فهمیدند که این بلیط ها قلبکی بودند، زیرا در این روز اصلا از شهر سنت پترزبورگ به دوشنبه پرواز نیست. اسمتزاده میگوید نرخ بلیط های قلبکی از نرخ بازار 4 تا 5,000 روبل ارزان بودند. برای مثال نرخ بلیط در فروشگاه ها 20-21 هزار روبل روسی باشد، عبدالرحمانوف توسط میانروها آن را به 15-16 هزار روبل میفروخت. او معمولا به مشتریان بلیط های شرکت های سامان ایر و شرکت اورالسکی اویالینی روسیه را میفروخته است. اما میانروها که در این دو گریفت جلب شدند چی میگویند؟ اهل‌دین عبداللهیف یکی از چنین میانروهاست که به دام اهرام فریبی ساخته عبدالرحمانوف افتاده از این داد و ستد بیش از 700,000 روبل زیان دیده است و مشتریان فریب خورده اکنون از او پول بلیط قلبکی را طلب دارند. عبداللهیف که روز 12 دکبر با رادیو آزادی صحبت کرد گفت از ماه اوگوست باز عبدالرحمانوف را میشناسد و آشناییش نیز با او از پیشنهاد بلیط ارزان شروع شده بود. به مثل عبداللهیف باز 7 نفر میانروان دیگر قربانی اهرام فریبی ساخته
عبدالرحمانوف شدند. عبدالله، آیا نفرانی زیان دیده به مقامات هم شکایت کردند و واقعا مقامات از این قضیه خبر دارد یا نه؟ بله شهلا، شهروندان زیان دیده و هم میان روان که از قلابی عبدالرحمانوف زیان دیدند به پلیس شهر سنت پتربورگ و کنسولگری گنرالی تاجیکستان در این شهر عرض کردند. فاروق قاسیموف، کارمند کنسولگری تاجیکستان در شهر سنت پتربورگ، روز 12 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت اوید این مسئله شهروندان با عریضه مراجعت کردند. شخصی که از آن چیپته خریدند عبدالرحمانوف محمود عبدالرحمانوف زاده 28 نوامبر سال 1990 بوده است. این مسئله تحت نظارت قرار دارد، گفت او. نرخ بلیط هواپیما از روسیه به تاجیکستان نظر به دیگر کشورها خیلی گرانتر است و از این رو مهاجران همیشه در پی جستجوی بلیط ارزان هستند. با نظر داشت این ضرورت، ظاهرا محمود عبدالرحمانوف اهرام فریب خود را مدت‌ها ساخته اکنون با ارزیابی میان روان از 8 تا 12 میلیون روبل را از خود کرده از قلمروی روسیه فرار کرده است. تشکر عبدالله برای معلومات فراگیر. مهاجران عزیز، تور می‌بینید پنیری بیپول تنها در قبخان است. بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. از 3 میلیون کاربران اینترنت در تاجیکستان 80% پیوسته مطالب دارای خصوصیت‌های تروریستی و افراطی را مطالعه می‌کنند. این اطلاع در همایش در دوشنبه از زبان مقامات دوستانه تاجیکستان صدا داد. همایش سوم منطقوی اوید به جلوگیری افراطگرایی خشونت‌آمیز در فضای مجازی با شرکت کارشناسان بین‌المللی و مقامات کشور صورت گرفت. در آن از جمله درباره طرح قانونی نو یادآوری شد که به خدمات علاقه در سمت محدود کردن سامانه ها صلاحیت بیشتر می‌دهد. به یگان اساس رستم گلوف بلاگنویس تاجیک میگوید که چند سال باز دسترسی به سامانه خصوصیش بلاگنویسان نقطه جی مسدود است. او میگوید نه خدمات علاقه و نه ساختارهای دیگر به مراجعت‌های پی در پی درباره سبب‌های بسته بودن این سامانه جواب نمی‌دهند. سببش رو من نمیدونم که برای چی در کدام اساس. دیگر سامانه من الفبا.com که صرف با تکنولوژی نو در ساحه ژورنالیستیک بخشیده شده است یگان قدر اطلاعاتی نگویم ضد امنیتی داشتن امکانیت دارد در آن، نه اطلاعاتی که ضد گویم یگان سیاست باشه. اون سیاسی نیست آن چیز. نو بسته به هر دو سامانه من محدود کرده شده. این در حالی است که زینالدین جورزاده کارمند دادستانی کل تاجیکستان گفت بیشتری از کاربران اینترنت در کشور پیوسته مطالب دارای انگیزه‌های افراطگرایی و تروریستی را مطالعه می‌کنند. این حال در تاجیکستان زیاده از 3 میلیون مشتریان شبکه‌های اینترنتی موجود بوده. زیاده از 80% آنها هدفمندانه یا غیر اختیار توسط شبکه‌های اجتماعی با مواد دارای خصوصیت اکستریمیستی دسترسی پیدا می‌کنند. طبق تحلیل‌های گذراندن کارشناسان ساحه، استفاده برندگان اینترنت این اصلا جوانان بوده قریب 3 روز خود را به آن صرف می‌کنند. امروز جوانان قشری آسیب‌پذیر جامعه به حساب رفته. آنها جهت پیدا نمودن معلومات بیشتر به اینترنت توجه می‌نمایند. این کارمند دادستانی کل تاجیکستان اطلاع نداد که این آمار در پی کدام پژوهش به دست آمده است و نحوه برگزاری آن چطور صورت گرفته است، ولی گفت که به حکومت تاجیکستان طرح نو قانون درباره مبارزه با افراطگرایی پیشنهاد شده از طرف مجلس نمایندگان تصویب گردیده است و انتظار تصدیق از طرف اعضای مجلس ملی هستند. طبق طلبات این لایحه قانون نو ماده علاهیده جهت منع یا محدود کردن دسترسی به اطلاعات خصوصیت اکستریمیستی داشته پیش بینی کرده شده. طبق آن هنگامی در شبکه اینترنت و شبکه‌های دیگر تلکومونیکاسیونی آشکار نمودن ترغیب اکستریمیسم دسترسی به چنین اطلاعات فراهم کرد یا محدود کرده می‌شود. تحلیلگران از امکان دادن صلاحیت بیشتر به خدمات علاقه برای مسدود کردن سامانه‌ها اظهار نگرانی کردند. از سامدین عطایف کارشناس مستقل عرصه مخابرات به این نظر است که خدمات علاقه ظرفیت انجام دادن این صلاحیت را ندارد. دادن مسئولیت نو، اضافه کردن مسئولیت نو، یعنی چاره اندیشیدن در مبارزه علیه فرض کردیم افراطگرایی خشونت‌آمیز و تروریستی
فکر میکنم با منفعت شخصیت و جمعیت و دولت نیست. با اندیشه از سامیدین عطایف فعلا عرصه مخابرات و فناوری‌های ارتباطی همه بخش‌های دیگر اقتصاد تاجیکستان را فرا گرفته است و نقش آن در رشد کشور بیشتر می شود. در ضمن عطایف باور دارد هر قراری که در بخش مخابرات تصویب می شود به عرصه‌های دیگر کشور به تاثیر نخواهد ماند. ناظران بی‌طرف فضای اینترنت تاجیکستان را محدود و زیر نظارت می نامند، ولی تصمیم گیرنده های ساحت در ساختارهای دولتی می گویند که هیچ مانع و محدودیت وجود ندارد. барномаро идома медиҳем. боз як гузориши радиои озодӣ кӯмак кард ки як хонаводаи серфарзанд дар сардиҳои зимистон дар кӯча намонад. ҳафтаи пеш ин оиларо бо қарори додгоҳ аз хона берун карда заминеро ки манзили онҳо бунёд шуда буд моликияти як соҳибкор донистанд. аммо ҳоло ба аъзои оила иҷозат доданд ки зиндагиашонро дар хонаи худ идома бидиҳанд. зарангези наврӯзшоҳ ва шаҳлои абдулло дигар бора бо модари хонадон суҳбат карданд. ما همون روز شما که نوار گرفتید ممکن که تحصیل همین اینا رسیده باشد. این زن هفته پیش با اشک چشم میگفت در موسم سرما با 7 فرزند او را از خانه بیرون میکنند. با قرار دادگاه ناحیه سینو به پیشنهاد منزل دیگر این عائله باید 3 دکبر خانه را خالی میکردند. زمان حضور خبرنگارانی آزادی جهاز و لباس این عائله تحت نظر نمایندگان خدمات اجرا از خانه بیرون کرده میشد. تمام جهان فهمید حقیقت. بس بوده که یک آدم مثال یک توچه ما همه از یک وطنیم. بس بوده که عذاب. تمام جهان با من گفتن که کارتک شد ما یاردم میکنیم شما را، ما دستگیری میکنیم مادر شما را. پس از نشر گزارش در رادیوی آزادی از وضع این خانواده، جهاز و لباس عائله دوباره به خانه برگردانیده و قرار شد که انشاءات بسناک مالی این خانواده است. وقتی که через спутник از به همون تلفن ثبت کردن نشان داده همش چنک کردن گذراندن 21 ساعتی که بود در این انشاءاتی که ما زندگی میکنیم ندارم. لیکن در سرتیفیکات ما پیشینه سرتیفیکات داریم این انشاءات میدروید. سرتیفیکاتی صدور اکبر دن نمیدروید. رجب ماه عبدوشهیدова میگوید آن روز دیگر امید نداشت که دوباره وارد منزل زیستشان میشوند. کجا ما دیگه کجا ما وقت میام رفته جا میام پولم ندارم روزی 7 گودک ما به زور میگذارونم از کجا ما حوض میبرم میرم. این خانواده سرفرزند از همه آنهایی که بعد نوار رادیوی آزادی با آنها پیشنهاد کمک و دستگیری کردند میندور است. تمام جهان با من گفتن که کارتک شد ما یاردم میکنیم شما را، ما دستگیری میکنیم مادر شما را. همین قدر من در کار بود که من از درون شوم با فرزندان. ما یک بریدن آن 100 بار شکر یافته خورده ایستادیم. هرچند به ادعای این عائله هنوز دعوای آنها پوره قانع نشده است، اما از آن خوشحالند که در فصل سرما در بیرون نماندند. بحث زمین و خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی میکنند. و یک مقام پلیس مسکو گفت سال 2019 میزان جنایتکاری در میان خارجی ها کاهش یافته است. بنا به معلومات یک مقام مدیریت وزارت کارهای داخلی شهر مسکو، شهروندان خارجی تقریبا 5,500 جنایت صادر کردند که نظر به سال گذشته حدود 17% کمتر بوده است. این چنین میزان جنایت های سنگینی که از جانب خارجی ها در شهر مسکو صادر شده است 23% کاهش یافته است. به قول سرگیینکا 96% جنایت ها را شهروندان ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان صادر کردند. اما حامیان حقوق میگویند حادثه های بی‌پایه و اساس در جنایت متهم شدن مهاجران در روسیه کم نیست و آمار جنایت های مهاجران بیانگر وضع واقعی جنایتکاری بوده نمیتواند. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تا نشر صحبت و برنامه‌های نو در هفته آینده شما میتوانید از وبسایت رادیو آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو است. نوار و گزارش‌های جالب در آنجا گذاشته میشوند و اگر میل داشتید از صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده کنید. در 2 روز آینده صورت با فراغت داشته باشید. تا ملاقات نوبتی در هفته نو. خدا نگهدار.